کردیم، تمام دقایق دردآورش رو احساس کردیم، ولی هیچ کس، دوستان من، هیچ کس شیرین تر یا فوق‌العاده تر نیست از پیروزی. همه ما اینجا طی 30 روز اخیر لذت بردیم از عصر طلایی نوین آمریکا و کسانی که در اینجا هستن، ما سرشار و مملو از افتخار هستیم با مشاهده این که پرزیدنت ترامپ بهترین کابینه یا هیئت دولت ممکن رو دور هم جمع کرده. وزیر دفاع جدید ما پیت هگست، وزیر بهداشت جدید رابرت اف کندی جونیور، وزیر امنیت داخلی کریستی نام، وزیر خارجه مارکو روبیو و البته در دفتر بهینه‌سازی دولت ایلان ماسک، در کاخ سفید رئیس دفتر سوزی والز و شاید هیجان انگیزترین انتخاب اینه که همه روزه تمامی کارکنان کاخ سفید، تمامی اعضای کابینه به نیابت از پرزیدنت ترامپ و قدرت رهبری فوق‌العاده او دارن دروغ‌ها را از مدارس خارج میکنن، مسمومیت از غذاها رو در میارن، تمام اقدامات ضد رو از ارتش ما و خارج کردن بیگانگان غیرقانونی از کشورمون. این داره اتفاق میفته همه روزه تحت رهبری پرزیدنت ترامپ. او میگوید نه، نباید اون مسائل گونه‌گونی و مساوات داشته باشیم و میگوید زناشویی بچه‌ها، نه میگوید به اون و بله میگوید به این ایده که آمریکا متعلق به آمریکایانه. این در واقع برنامه تاریخی، فرمانه اجرایی تاریخی صادر کرده که در واقع کنترل این دولت رو باز پس بگیره، کنترل سرنوشت ما رو باز پس بگیره، کنترل آینده‌مون رو باز پس بگیره و اعاده بکنه این ایده رو که تحت یک دموکراسی تمام دولت فدرال برای پرزیدنت ترامپ کار میکنه، نه برعکسش. او رئیس انتخاب شده دولته و تمام اونایی که در آسان هستن، در رادیکال چپ رادیکال هستن، در حزب دموکرات که داد میزنن راجع به دموکراسی. دونالد ترامپ کسیه که داره نجات میده دموکراسی. دونالد ترامپ کسیه که داره قانون اساسی ما رو نجات میده. دونالد ترامپ داره آمریکا رو نجات میده و هر کسی که در دولت که در برابر این رئیس جمهور به پا خیزه و به اون مخالفت بکنه، از کار برکنار خواهد شد. پرزیدنت ترامپ تضمین خواهد کرد که چه در اف بی آی کار میکنید، چه در سیا کار میکنید، چه در وزارت امنیت داخلی، در وزارت دادگستری کار میکنید، وزارت امور بهداشت کار میکنید، کارمندان دولت، کارمندان در واقع دیوان سالار کار میکنن برای مردم آمریکا و برای رئیس جمهور انتخاب میکنن. اونا برنامه خودشون رو تعیین نمیکنن، مقررات خودشون رو نمی نویسن، برای خودشون کار نمیکنن، برای همه شما کار میکنید. شما حقوق اونا رو میپردازید، شما کار میکنید، برای پول مخارج ساختمون ها رو میپردازید، برای همه کاری بکنن و اگه اونا قانون اساسی و دستورات رئیس جمهور رو پیروی نکنن، اون وقت باید برن دنبال یک زندگی شغلی به کل متفاوت. در رابطه با اف بی آی، کی خوشحاله از انتخاب کش پتل رئیس تازه اف بی آی؟ بیایید فراموش نکنیم که چیزی که پرزیدنت ترامپ متحمل شد تا بتونه به این مرحله برسه، تا بتونه به اون قله برسه، بگذارید فراموش نکنیم
که تمام این جنبش دچار چه دردسرایی بوده تا به این روز پیروزی برسه. 8 سال استفاده از دولت به عنوان اسلحه، این مسائل مربوط به دخالت روسیه، مسائل مربوط به اوکراین، دروغ پشت دروغ، استیزا پشت استیزا، تمام امید رو به یأس تبدیل کردن، استفاده از دولت به عنوان یک اسلحه ضد تمام مراحل دموکراسی، ضد مردم، دادستانان دموکرات و زندگی های دموکرات استفاده کردن از قدرتشون تا بتونن خرابکاری بکنن در دموکراسی این کشور، تا جلوی این رو بگیرن که حتی پرزیدنت ترامپ در میان کسانی نباشه که رأی میگیرن برای انتخابات. سعی کردن دستگیر کنن حامیان او رو و در واقع اطراف دوروبر او رو، و این جنبش همیشه سعی کرده که جلوی عملکرد دموکراسی رو بگیره این جنبش. و پرزیدنت ترامپ در یک محلی در پنسیلوانیا تقریبا جون خودش از دست میداد و چند هفته بعد یک سوء قصد نافرجام دیگر شد به او، یک توطئه نافرجام. وقتی اون دعوی علیه او اقامه شد، وقتی مجریان قانونی که به عنوان اسلحه از اون استفاده میشد علیه پرزیدنت ترامپ، و وقتی گلوله علیه او تیراندازی شد، آیا او سست شد او یا تسلیم شد؟ آیا تسلیم شد؟ آیا متزلزل شد؟ یا اینکه قوی وایساد و مشت خودش رو به هوا بلند کرد و 3 کلمه غیر تاریخی برد: بجنگید، 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 مبارزه کنید، مبارزه کنید. او برای خانواده‌های شما و کودکان شما مبارزه میکنه، برای آینده شما مبارزه میکند، برای ایده اساسی که این کشور متعلق نیست به دیوان سالاران، نه به کمونیست ها و رادیکال چپ، نه به دشمنان خارجی ما، نه به کارتل های جنایتکار، نه به خارجی های جنایتکار، بلکه این متعلق به شهروندان آمریکا که میهن پرست هستند و از قانون پیروی میکنن، و متعلق به میهن پرستانی که الان پای تلویزیون نگاه میکنن. من میخوام به شما بگم که هر روز صبح که پرزیدنت ترامپ از خواب برمیخواسته به شما فکر میکنه، تمام روز فرمانهای اجرایی و در موقعی که با رهبران دولت‌های خارجی ملاقات میکنه راجع به شما و آینده شما فکر میکنه. پرزیدنت ترامپ قلبش میتپه برای مردم آمریکا، قلبش میتپه برای جمهوری آمریکا، قلب او میتپه مملو و سرشار از عشق و وفاداری نسبت به این جمهوری آمریکا. هیچ رئیس جمهور به اندازه پرزیدنت ترامپ اقدام نکرده در 30 روز اول کارشه، ولی ما احتیاج به شما داریم که در مسیر مبارزه باقی بمونن. فقط نباید همطور گرامی داشت دستاوردمونه، همه روز رئیس جمهور و رئیس جمهور ما احتیاج داره اینی که شما هم مشارکت داشته باشید که این برنامه رو جلو ببرید، پیش ببرید، تمام توفیق ها رو، تمام برنامه های کار رو مشارکت داشته باشید در تمام سطوح سیاسی که در واقع پیش بریم. فکر میکنید که کشور ما همینطور به ما برمیگرده و اونا کشور رو به ما پس میگردونن و توطئه هاشون ادامه نخواهند داد؟ نه، ما باید همه روز متمرکز بکنیم حواس خودمونو، همه روز تلاشی تزلزل ناپذیر و اشتیاقی پایان ناپذیر داشته باشیم. کشور ما رو خدا به ما داد، بنیانگذاران آمریکا جنگیدند برای این کشور، نیاکان ما خون ریختند برای این کشور و ما اجازه نخواهیم داد کمونیست ها و دشمنان آمریکا و چپ رادیکال کشور ما را از ما بگیره. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. ولی همه در این تالار و در کنار پرزیدنت ترامپ همه روزه بایستند، در سوی همسو باشند با او همه روز، در حالی که پرزیدنت ترامپ با شجاعت ما رو در این عصر طلایی پیش ببره. اگه شما این کار بکنید قول میدم، اگر حمایت کنید از قدرت رهبری و بینش و فرماندهی و آمال و این رئیس جمهور، اگه ما پیروی بکنیم از پرزیدنت ترامپ، آینده ما این خواهد بود: بهترین اقتصاد،
امن‌ترین مرز، بچه‌های میان پرست و مفتخر و بهترین آینده در تاریخ و ما نشون خواهیم داد که در واقع ارزش این داشت که اینجا تلاش بکنیم، این فرصت رو دنبال بکنیم که خداوند به ما داده، این رو ارزانی داشته. من به شما وعده میدم که واقعا ارزش این تلاش ها رو خواهد داشت. بچه ما در جهانی رشد و نمو خواهند کرد که میتونن بگن آمریکا قوی تره، قابل باورتره، متحدتر، بیشتر مورد احترام و استثنایی تر و اعجاب‌آمیزه بیش از هر زمانی به لطف بینش رئیس جمهور ما دونالد جی ترامپ. بنابراین از همه شما میخوام که یک پیامی بفرستید به تمام دیوان سالان، به تمام کمونیست ها، به تمام چپ رادیکال، به تمام تروریست هایی که تهدید میکنن آینده این کشور. آیا میتونید حمایت میکنید از پرزیدنت ترامپ؟ آیا اعتقاد دارید به پرزیدنت ترامپ و آیا اعتقاد دارید به آینده آمریکا؟ خیلی ممنون. الطاف خدا شامل حال شما، الطاف خدا، برکات خدا شامل حال ایالات متحده. خب صحبت‌های آتشین آقای استیون میلر رو شنیدیم. ایشون معاون رئیس دفتر کاخ سفید هستند، معاون خانم سوزی وایلز در امور سیاست‌گذاری.